فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین و از این که در این شبهای سرد ما را به کانون گرم خانواده خود پذیرفتین کمال تشکر را داریم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این برنامه در خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم و بفرمایید جناب دکتر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. متقابلا من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و از الله متعال دعاگو هستیم که ما را تا با پایان برنامه مورد لطف و عنایت خویش قرار دهد و همراهی نیکی با شما دوستان و عزیزان داشته باشیم. آمین. خیلی ممنون از شما جناب دکتر. اگر از سوالهای SMS بینندگان شروع بکنیم، اولین سوال بیننده در مورد این است که اگر انسان با پول حرام تحصیل کرده باشد و در آینده در جای مشغول به کار شود، حال حقوقی که به دست می آورد آیا حلال است یا حرام؟ بفرمایید. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و بعد سوالی که برادر پرسنده عزیز کردن راجع به اینکه با پول نادرست و حرام تحصیل کردن و در اثر سندی که از او به دست آوردن مشغول به کار شدن. یعنی اینجا موضوع مهمی که هست اصلا در اینجا باید علاج حرامی که در جریان تحصیل بوده، یعنی پول اگر مدرک حرامی که داشته باید یعنی به عنوان تحلل و رهایی از حرام به جهت مربوطهش پرداخته شود. یعنی مهم در اینجا این نکته هست که وقتی که دست میابه امکانات تلاش بکنه تا به یکی مال اگر حق مردم بوده باید به صاحبی او پرداخته شود و اگر موردی نامشروع بوده باشه به اندازی او کوشش بکنه که صدقه بکنه در راه الله تبارک و تعالی. اما در مجموع وظیفه داری و مشغولیت کاری او مشکلی اساسی وجود ندارد، چون این مرحله دیگری از زندگی هست و الله تبارک و تعالی در این مرحله اونها را موفق بداره و تا که در خدمت مردم و جامعه و در خدمت امت اسلامی قرار بگیرند. پس مهم در اینجا است که اگر مال حرامی که در جریان تحصیل مصرف شده مدرک نامشروع داشته که از حق مردم بوده باشه باید او را با صاحب اصلی پرداخت بکنه، یا که ورثه او هست یا هر راهی که برای واپس پرداختی او بوده باشد او را در پیش بگیرد. اگر مورد نامشروع دیگری بوده باشد از قبیل تجارت مواد مخدر هست یا دیگر چیزهایی که در شریعت اسلام ناروا هست یا پول قمار بوده و غیره، میتونه به اندازی او در راه الله تبارک و تعالی صدقه بکنه و از این به بعد توبه بکنه تا یکی دیگر دست به کار نامشروع نشود. ما در جریان وظیفه داری از او ان شاء الله الرحمن مشکل
نخواهد. داشت. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این است که آیا هنگام نماز پیشانی باید حتما برهنه باشد؟ یعنی اگر پوشانده شود آیا نماز درست است یا نه؟ اشکالی ندارد، بهتر است که پیشانی برهنه بوده باشد و اعضا، اما هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اثبات رسیده که با پیچی دستار که داشتن، بالای پیچی دستار و قسمتی از پیشانی سجده میکردن و این بیانگری است که یعنی رساندن پوستی پیشانی به زمین لازمی نسبت که زمین لنگر پیشانی باید به زمین قرار بگیره و در اونجا جا به جای شود. قسمی که دیگر اعضا هست، مثلا در حدیثی که آمده سجده بالای 7 عضو لازمی هست. هر هفتی مثلا ما بگیریم رکبتین همیش لباس می باشه در اونها. بله. قدمین یا که انگشت های پای، انگشت های پای که هست اکثرا یعنی بس اوقات هست که جوراب می داشته باشن و گهگاه دست ها هم دستکش می داشته باشن و هیچ اشکالی در اینها وجود ندارد. منتهی که باید این بالای زمین قرار بگیرن. و موضوع مهمی دیگری هم در اینجا هست که اکثرا ما بالای سجاد هم که نماز میخوانیم، بالای جای نماز که نماز میخوانیم هم فاصله است بین پوستی بدن ما، پوستی روی ما و زمین. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در انواع مختلف، بالای انواع مختلف جای نمازها نماز خواندن ثابت هست. پس هیچ اشکالی در این اصل قضیه وجود ندارد. مهم است که باید اعضای هفتگانه بالای زمین لنگرانداز شوند و بلند نباشند، از زمین، از تماس با زمین بلند نباشند. یعنی مهم اینه که کاملا اینا با زمین ارتباط بگیره و بچسبه زمین. اینجا نباید که فاصله وجود داشته باشه. ولی مثل لباسایی که به زانو یا جوراب میپوشیم خود به خود یعنی انسان استفاده میکنه جز این حالت قرار میگیره و مانعی نیست دیگه. نه ان شاء الله مشکلی در این وجود نداره. منتها یک چیزی که بسیاری ها در او کوتاهی میکنن، بلند گرفتن بینی از زمین هست که اشتباه است که بینی هم جزئی از اعضای به شمار آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رساندن او را به زمین در سجده لازمی قرار دادن که باید به زمین بچسبه دیگه. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این است که چرا قرآن کریم را به ترتیب نزول سوره ها ننوشتن؟ قرآن کریم یعنی در مجموع از آغاز نزول قرآن کریم تا به پایان مسلسلا اکثریت سوره ها، مخصوصا سوره هایی که کمی طولانی بودن، طوری کامل و یک جا نازل نشدن. مثلا اولین وحی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد 5 آیت اول سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، سوره العلق هست. 5 آیت اول، باقی آیت هایش در جریان های بعدی نازل شده، اما طبق آنچه که در لوح المحفوظ یادداشت بود و نزد الله تبارک و تعالی محفوظ بود، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد میشد تا که به کاتبان وحی بگویند این آیت که نازل شده مربوط فلان سوره قبل از فلان آیت و یا بعد از فلان آیت هست. با این سوره به پایان میرسه و با این سوره آغاز میشود. تمام این با وجود تفاوتی بسیار زیاده در وقت نزول آیات متعدد یک سوره بود، اما با فرمان الله تبارک تعالی و راهنمایی که به واسطه جبرئیل علیه السلام با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم القا شد، ترتیب ای به همون گونه که در اصل و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی که الله تبارک تعالی قرآن کریم در لوح المحفوظ در کتاب اصلی محفوظ هست. به همون شکلی که اونجا محفوظ بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راهنمود شد که باید ترتیب بگیره. و حتی راجع به عثمان رضی الله تعالی عنه، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه،
داماد رسول الله صلی الله علیه و بالای 2 دخترشان و خلیفه سوم مسلمان ها که جامع قرآن کریم هست و جامع امت بالای یک مصحف منظم و مرتب. اونها پرسیدشتن که چرا در آغاز سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ننوشته؟ گفتن که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که سوره آغاز میشد به کاتبین وحی ارشاد بود که یا ارشاد میدادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راهنمایی میکردن که باید بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره نوشته شود و در اینجا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما چیزی نشنیدیم که آیت مستقل بسم الله امری بسم الله الرحمن الرحیم نوشتن داده باشند، لذا در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشد و این هم به سوره قبلی که سوره انفال بود ملحق ساخته نشد، چون نوع در تعلیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوع اعتباری مستقل داشت. پس تمام این بنابر راجحه که نزد اهل علم هست، که بعضی ها میگوین که اجتهادی از صحابه کرام هست، اما ترتیب سوره ها اما بنابر راجحه که نزد اهل علم هست و روایات متعدد او را تأیید میکنه، قسمی که ترتیب آیات در داخل سوره ها بر اساس توقیفی و بر اساس وحی الهی است، همچنان ترتیب سوره ها هم در داخل مصحف توقیفی هست و قسمی که ارشاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، صحابه کرام با امو پیش رفتن. بله، جزاکم الله خیر. پس این چیزا خود همین مثالی هم که شما زدین واقعا نشون دهنده اینه که این ترتیب و این چیزی که واقعا شده خود رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده به این کار که سوره توبه حتی بسم الله الرحمن الرحیم هم رسول نخوندن، ولی صحابه اثر خودشون این کار انجام ندادن که چون همه سوره ها مثلا بسم الله الرحمن الرحیم داره این را اضافه بکنن، بلکه همون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودن همون را انجام دادن. سال بعدی بیننده در مورد این است که حکم جهاد در این دوره و زمانه چگونه است؟ جهاد در آیات‌های قرآن کریم، در آیات‌های متعدد قرآن کریم با حالات مختلفی و بیان شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که الجهاد ماض الی یوم القیامت، جهاد تا بر روز قیامت مستمر و ادامه دارد. پس در هر زمان و در هر جریان و در هر مکانی که شرایطی و شرایط وجوب و فرضیت او برابر شد و آماده بود، جهاد فرض هست بدون که زمان یا که جای او را محدود بسازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن جهاد ماض الی یوم القیامه. مهم است که شرایطی که لازم هست برای آغاز معرکه های جهاد اینو شرایط برابر و متوفر بوده باشد، بدون که غلط فهمی های در اونجا بوده باشد یا اینکه تفریط در موضوع بوده باشد که بنابر تعرضات و بنابر هجوم فکری دشمنان اسلام که خودشان دارن هر روز بر کشورهای اسلامی و بر مسلمان ها با انواع مختلف هجوم میبرن و میکشن. جهاد که یک موضوع دفاعی مستضعفین اهل اسلام و راه برای جلوگیری موانع از مسیر آزادی دعوت اسلامی هست، ما از او کنار برویم و بگوییم که نیست. جهاد هست و همه هیچ یک از قوت‌های جهان بدون به دست گرفتن قوه جهادی و قوه زورمندی نمیتوانند که برنامه ها و چیزهای خود پیش ببرن و جهاد هم ذروت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ذروت سنام قوت عزت اسلام هم در جهاد هست. پس در هر جایی که لازم شد بر مسلمانان و در هر زمانی که بود جهاد هست و مستمر تا بر روز قیامت. مهم اینه که شرایطش وجود داشته باشه دیگه. بله، جزاکم الله خیر.
سوال بعدی بیننده آقا وحید پرسیدن که آیا قربانی برای مردگان جایز است یا نه؟ جایز است، چون علی رضی الله تعالی عنه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قربانی میکردن و از دیگر صحابه کرام هم چیزهای به این آمده تا چیز قربانی میکنه به نام او و در مواردی که مصرف درست قربانی و صدقات هست مصرف میکنه. جزاکم الله خیر. خواهرمون زهرا از قزوین پرسیدن که کسی که گناه نکنه، خیانت نکنه ولی نماز هم نخونه به بهشت میره؟ اصلا کسی که نماز نمیخونه امکان نداره گناه نکنه، چون نماز یکی از بزرگترین گناه ها هست. بعد از توحید، خلل در توحید و در عقیده و موضوع گناه بزرگی شرک و کفر و نفاق بزرگترین گناه ترک نماز است. لذا پیامبر الله تبارک و تعالی در سوره یا ایها المزمل وقتی که ذکر میکنه یا ایها المدثر میگه که روز قیامت دوزخی ها از یکدیگر خود پرسان میگه ما سلککم فی سقر. بله. از دوزخی ها که پرسان میشوه شما را در دوزخ چی چیز آورده، چه گناهی مرتکب شده، چی گناهی شده که شما به اینجا رسیده؟ میگن که قالوا لم نکن من المصلین. میگن که ما از جمله نمازگزاران نبودیم، چون نماز یکی از خاصترین راههای شکرگزاری الله تبارک و تعالی هست. بله. در برابر تمام نعمتهایش یک عبادتی بدنی روزانه‌ای از ما خواسته و در اوقات محدود. پس وقتی که ما آماده شکرگزاری الله تبارک و تعالی نبوده باشیم و این فرمان الله تبارک و تعالی که از ما خواسته و فرمان و بزرگترین و واضحترین راه ادای بندگی برای الله تبارک و تعالی هست و ما از ادای بندگی برای الله تبارک و تعالی منصرف شویم، بزرگترین گناهی است که انسان مرتکب می شود. پس وقتی که این انسان به دوزخ میرسانه، یعنی گناهی است که انسان به دوزخ میرسانه، چگونه می شود که ما او را از گناه ها جدا بدانیم و بگوییم که گناه نمیکنه؟ ولی چون شاید خیلی خیال میکنن که انجام ندادن چیزایی که اسلام نهی کرده جزء گناه محسوب میشه، ولی خب این دستوراتی هم که داده انجام ندادنش خودش گناه محسوب میشه. بله، ترک اوامر هم و ترک مخالفت ارکان اسلام بزرگتر از دیگر نواهی است. مثلا ترک نماز نخواندن از زنا و دیگر گناه های غیر اخلاقی جرمش بالاتر است. همچنان که مثلا زنا از دروغ گفتن جرمش بالاتر است. هر یکی از اینها مراتب خود دارن و مخالفت آن چیزی که ترک آن چیزی که جزء ارکان اسلام هست از دیگر گناه ها کرده جرم او بالاتر هست و مرتبه گناهی او به مراتب بالا هست. که یعنی آیا کسی که نماز نمیخواند میشود که بعد از اینکه جزای خود و مجازات خود در دوزخ بگیره اونجا حتما مجازات شود به جنت برود؟ موضوعی جداگانه است. اما اینکه بعد از توحید خلل در توحید و در عقیده بزرگترین گناه ترک در حقوق الله تبارک و تعالی ترک نماز است و در حقوق بندگان قتل است. کشتن، ریزاندن خونه به ناحق. این دو تا از بزرگترین گناهانی هست که یکی در حقوق بنده ها و یکی در حقوق الله تبارک و تعالی. لذا در روز قیامت هم اولین بازپرسی که می شود از همین دو چیز می شود. در حقوق بنده ها از خون پرسان می شود و در حقوق الله تبارک و تعالی اولین بازپرسی که می شود از نماز. وقتی که از نماز رهایی نیافت دیگر تباه شد. اگر در اون موفق شد نجات یافت باز محاسبه او کمی تخفیف پیدا میکنه. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده امید از مازندران هست که پرسیدن آیا نماز و خواندن قرآن و دادن خیرات برای مرده تأثیر دارد و به روح آن مرحوم میرسد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداهم الی یوم الدین. این مسئله لازم به تفصیل کوتاه دارد. اولا یک چیزی هست که در مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله و در سنن ابن ماجه و دیگر بعضی کتاب‌های دیگر حدیثی با سند به شرط بخاری و شرط امام مسلم، یعنی با سند صحیح، از جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمودن ما صحابه کرام در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدی مردم بعد از میت و آماده و تهیه و تدارک طعام از طرف خانواده میت برای عموم مردم، این را جزئی از نوحه خوانی میشمردیم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جزئی از نوحه گرایی و عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هم در چنانچه به سند صحیح از اونها در مصنف ابن ابی شیبه آمده، اونها هم میگویند که این خیرات و چیزی که خیرات گفته میشه یا صدقه گفته میشه که طور دست جمعی بعد از اینکه میت فوت میکنه همگی مردم سرمایه‌دار و غیر سرمایه‌دار و همگی جمع میشه و به شکل نیمه اعضا که رواج عامی که هست در افغانستان زمین هست، در هندوستان هست، در پاکستان هست، در تاجیکستان هست و در قسمت‌های از ایران هم شاید بوده باشد. یعنی جمع میشوند و غذای آماده تهیه میشه از جانب خانواده میت با تحت نامه‌های متعدده و به همگی یکسان توزیع میشه و این جزئی از رواج‌های ملزم و الزامی بالای خانواده میت هست. اولا اینجا چیزی که صدقه هست، صدقه امر الزامی نیست، نه در عرفی و نه در شرع. کسی که به خواست خود غیر از زکات و صدقه فطر و آن چیزهایی که لازم ساخته شده، عام صدقه چیزی الزامی نیست که جامعه او را یا عرف او را ملزم بسازه و این الزامی ساختن خودش یک مخالفت شرع است، تجاوز از حد اصلی که شریعت صدقه را یک امر اختیاری قرار داده و این را امر الزامی قرار میدن. یکی این. دوم ای که در اینجا بجای یعنی موضوعی که مشکلی که اونها دارن و میتی که با مصیبتی که با اونها آمده، چیز خیر اندیشی، تعزیه و تسلیت به اونها شود، یک مصیبت دیگری به اونها وارد می شود. سوم اینجا در عموم چیزی که خوراک و طعامی که آماده می شود به نام خیرات یا خانه حلال یا دیگری، سوم این چیزی که در اینجا هست ای از مال میت آماده می شود، مال میت که حقی ورثه هست. بعد از وفات میت جز قرضهایش و آنچه لازم برای تجهیز و تکفین او بوده باشد دیگر همه مربوط به ورثه هست، چون قرض و تجهیز و تکفین مقدم هست بالای دیگر چیزها. دیگر همه مال ورثه هست و ورثه در عموم در اکثر اوقات و در عموم اطفال خرد، زنهای بینوا و مستضعف می بوده باشند. این به شمار می رود چیزی از خوردن بناحق، خوردن بناحق مالی یتیم و مال ضعیف و بینوا. این می شود در این صورت جرم چند برابر. چهارمین چیزی که اینجا یعنی در این قضیه هست، موضوعی که احیانا چیزی اونها ندارن، عرف اونها را ملزم میسازه و مجبور میسازه تا به اینکه قرض و وام گرفته با بدهکاری و رواج نامشروع و غیر اسلامی را، یعنی به خاطر اینکه عرف وجود داره اینا مجبور این یا که تن میشه و از آزار و اذیت روانی میشه در مجموع حالات زندگیش. این چیزی بود که توجه به امر میت خود و فوت شده خود نکرد و غیر چیزهایی که هست. این هم چیزی از چون صدقه با قرض
نمیشه و اینجا چیزی دیگری که هست، صدقه باید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که از توانمندی بوده باشد و همچنان با دل باز و با تصمیم شخص بوده باشد، نه با الزام بیرونی بالای شخص که خودی از این موضوع صدقه بودن و خیرات بودن او را از بین میبرد، چون اون نمیخواه، توان هم نداره، بالایش هم نیست، امکانش هم برش نیست، ولی از طریق عرفی نامشروع جامعه ملزم ساخته میشد. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رواجی که قبلها در جاهلیت هم بوده و باید ایرا پیامبر اکرم جزئی از مراسم نوحه‌گرایی به شمار آوردن. عین قریب به این موضوع در مراسم نوحه‌گرایی که شیعیان انجام میدهند یا دیگران هم شبیه به این صورت میگیرد. جزئی از همون امر جاهلیت است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که النائحة اذا لم تتب، زن نوحه‌گر وقتی که قبل از موت خود توبه نکرد، در روز قیامت لباس از من قطران از گوگرد و چیزهای آهنی و سنگین در غل زنجیر نه اصلا و از قمیص از خارش و لباس و تنبان از قطران ماده است که از گوگرد ساخته میشد، ماده گوگرد، و که در گرفتن هم خیلی عاجل هست. مردم چیزهایشان به آتش به گوگرد در میتون. همچنان در موضوعی که با خارش و اذیت طبیعی پوست و جسم هم تاثیر داره، خیلی تاثیر فعال داره چون تیز هست. پس این کسی که توبه نکرد چیزی مجازات از او است. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که میت هم در اثر بعضی نوحه‌گرایی هایی که بالای او میشود عذاب میشود. این بعضی نوحه‌هایی که بالای او میشود عذاب میشود و علمای اسلام در اینجا بیانشان این هست که یعنی در صورتی که او به این جریان راضی بوده باشد یا از او اطلاع داشته باشد ولی با ورثه خود تأکید نکنه که چنین چیزی در برابر او صورت نگیرد. اینجا در اثر نوحه اونها نه، در اثر رضایت خود به کار نامشروع یا در اثر کوتاهی خود در بیان آنچه میدانست و بیان او براش لازم بود مجازات می شود، عذاب می شود در قبرش. پس اینجا ما با جای از که با امید نفع با او ضرر برسانیم، بهتر هست که راه ضرر و نقصان رساندن خدا قطع قصد هم خیره دیگه، میخواد قصد هم خیر است اما انتخاب قصد غلط شده. مثالی که برای تخدیر جزئی یک مقدار زیادی از افیون به کسی بده یا که مواد دوای مالاریا یک بسته کامل دوا را برش بده که بخوره، دوا هست برای او ولی به شکل به او داده که از بین ببره ضرر. اینجا هم قصد خیر هست اما شیوه او غلط انتخاب شده. این هست یک موضوع جداگانه که گفتم که بس اوقات در موضوع خیرات این چیز تصور می شود، گفتیم که این لازم به بیان هست. موضوع دیگری هست که به گذشته از یعنی که در اینجا حتی در فتاوای شامی منویسه که یک سال بعد هم که چنین مراسم انجام شود، یک هفته بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد هم که چنین مراسم اجرا شود حرام است. سالگرد، به عنوان سالگرد. بله، به عنوان سالگرد است، به عنوان نیم سال هست، به عنوان 40 روز هست، با هر عنوان، زیر هر عنوان و زیر هر نامی که انجام بگیره با همین مواصفات و مشخصات باشه او حرام هست و جزئی از نوحه‌گرایی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نوحه‌گراها را لعنت فرستادن و لعنت و وعیدی اخروی در کار دلیل
گناه کبیره بودن او هست. اما موضوع عام صدقه و خیرات و رسیدن او به میت چیزی که در این اشکال ندارد. احادیث متعدده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با سندهای صحیح آمده. مثلا پیامبر از جمله مثلا دعای فرزند که برای پدر و مادر خود میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که وقتی که انسان میمیره سه چیز به او همه چیز برمیگرده، سه چیز به او فایده میرسانه، یعنی اجر او مستمر میباشه. علمی که تأثیر او در جامعه هست و صدقه جاریه که از او مورد استفاده یک مشروع منفعتی عام راه اندازی کرده که بعد از او هم مردم از او استفاده خیر میبرند تا که او هست ثوابش برای او میرسه. و اولد صالح یدعو، یا فرزند نیکی که برای او دعا میکنه. بر علاوه از دعا در صحیح مسلم حدیث است که کسی آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که غالبا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه است، سردار انصار. اونجا آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که والده ما ناگهانی وفات کرده بدون از اینکه فرصتی برای وصیت برای او میسر بوده باشد. آیا و ما به این گمان هستم که اگر فرصت میافت حتما وصیت به صدقه میکرد. آیا میشود که ما از صدقه بدیم عوض او و ثواب به او برسه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که بله. همچنین راجع به این نظری که بالای والدین بوده باشد، ادای از او از طرف بلکه بالای فرزندان لازم هست که چی دختر و چی بچه که باید او را در صورتی که در توان اونها بوده باشد تا حد امکان ادا بکنن. و همچنین قرض و غیره چیزهایی که بالای او هست و حتی اگر حج بالای او فرض شده باشد بله به حساب امکانات مالی اما انجام نداده نسبت تأخیری که میخواسته که سال دیگر یا سال دیگر به تصویف گرفتار شده، یا اینکه در وقت پول به دسترس او قرار گرفته امکانات مادی که دیگر امکانات فیزیکی و جسمانی او از بین رفته بود، یا اینکه بدون از اینکه فرصت زمان حج برایش بیایه و او وفات میکنه. اینجا اونها میتونن که عوض او حجی که بالای او فرض شده بوده انجام بدهند و تمام او برای از او میرسد. منتها در موضوع صدقه یک چیزی بسیار مهم ای هست که باید که اهل صدقه، کسایی که بالای اونها صدقه میشود، اونها مراعات شوند. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که از صدقه برای غنی و توانمند هیچ سهمی نیست مگر در سه حالات. اینجا در نصوص دیگره او را بیان کرده و حتی تتمه همین است. یکی خود در موضوع خدماتی و صدقه، زکات هست یا صدقه هست یا صدقه عام هست، هر چیز در او که مسئول جمع آوری باشه. بله، مسئول جمع آوری یا که حمل و نقل یا که نگهداری، هر چیزی در او در بخش خدماتی کارمند بوده باشه چیز انجام بده. یا یکی خود میخرد است، صدقه میشه بالای کسی بالای فقیر و ناتوان ای از او میخرد. یا یکی نزد او مهمان میشود و او از آنچه که بالای او صدقه شده به این مهمانی میده. این هم شامل میشه، اشکال نداره. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از صدقه‌ای که بالای بریره شده بود استفاده فرمودن که او بالای از صدقه است و برای ما هدیه است. و حالت دیگرش این هست که او مسافر و در مسیر بوده باشد که امکانات مادی که نزد او داره در عموم نزد او میسر و برابر نیست، یعنی در اونجا دسترسی نداره به امکاناتی که لازما باید خوراکای خود و آنچه که لازم هست برای او را تهیه بکنه. یعنی در این صورت هم که مسافری راه است یا در جهاد هست یا در راه الله تبارک و تعالی
در تمام این حالات میتونه که از او استفاده بکنه. در غیر این، در عموم حالات اجتماعی به هیچ وجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که برای غنی و توانمند و همچنان برای کسی که توان کاری را داره از صدقه چیز حق سهم نیست. این موضوع مهم است که در جامعات ما نادیده گرفته می شود و اصلی چیزی که اعتراض در موضوع بسیاری از صدقه ها و خیرات ها هست همین هست که به جایی که به ضعیفه و بینواها داده شود و مشکل اونها حل ساخته شود، که یکی از راه های حل مشکل فقر و ناتوانی در جامعه اسلامی در اسلام در نظر گرفته شده، این به یک کابوس تبدیل می شود که از فقیرها گرفته می شود و توانمندها مصرف میکنند و این چیزی است که برعکس تعلیمات اسلام و برعکس آنچه که اسلام گفته ساخته شده و رواج یافته. و پس باید ما در صدقه های خود لازما دقیق بوده باشیم که تمام صدقه ها و خیرات هایی که برای الله تبارک و تعالی ما بیرون میکنیم و جدا میکنیم برای خود باشد یا برای پدر و مادر و والدین که وفات کردن یا دیگرهای در مسیر بوده باشد یا در خدمات عامه اجتماعی بوده باشد، چون ساختن مسجد، کندن چاها، ساختن سرک ها یا کشیدن جوی آبی که مورد استفاده عامه هست و در او چیزای خیراتی که به نفعش به مردم برسه دیگه و در او غریب ها همش ناتوانه ها همش استفاده کافی میبرن. یا اینکه در موضوعی که تهیه غذا بوده باشد باید در موضوع غذا سرمایه‌دارها هیچ نوع سهم، کسانی که توانمندی دارن هیچ سهمی و هیچ حقی در او ندارن، باید که به جای ضایع ساختن صدقه خود در آنچه که موردی که حقش نیست و ضایع ساختن ثواب خود باید در نظر بگیریم که هم حکم شرعی ادا شود و هم بینواهای جامعه ما بر اساس آنچه مورد نظر شریعت اسلامی هست هم نوایی برای آنها شود و هم یک نوع استدلال اجتماعی و مدنی برای خودمان و برای جامعه مدنی خود که با پای گرفتن و پیش گرفتن راه‌های ازاله فقر و رفع فقر و از بین بردن فقر از جامعه برای جامعه غیر اسلامی پیشنهاد بکنیم که اینا و جامعه اسلامی همدردی در برابر بینواها و فقیرهای خود دارند. پس ولی ما برعکس متاسفانه کوشش میکنیم که هرچی توانمند هست به سوی او باندازیم و در برابر جامعه غیر اسلامی یک موقفی سلبی پیش بکنیم که برای از اونها یک دلیل سلبی بتیم که اسلام چون خیلی واقعا غریبه این خارج از اسلام احساس میکنن که شاید دستور اسلام چنین چیزی باشه، یعنی که فقیر همیشه فقیر بمونه، در حالی که وقتی به دستورات اسلام نگاه میکنیم یک واجباتی که برای دین اسلام قرار داده خودش نفعی است که به فقیر برسه، مثل زکات و صدقه دیگه. حتی علاوه بر این موضوع صدقات است، علاوه بر این موضوع پاسداری همسایه داری هست و علاوه بر او هم موضوعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که یعنی از ایمان بهره ور نیست کسی که خودش سیر هست و همسایه او گریسنه میخوابه، امکانات هست پیش تمام هست همسایه خود در نظر نمیگیره که او. پس اینجا همسایه ناتوان بالای همسایه توانمند حقی الزامی داره در شریعت اسلامی که باید با جای جمع کردن و تراکم سازی پول ها و سرمایه ها در بانک ها باید به همسایه فقیر خود بده و فقر از او دور بکنه. یکی از جمله عمده ترین راه های حل است که در اسلام در نظر گرفته شده. وقت اگر این با موضوع مصارف زکات، عشر زکات و صدقات عامه کاملا درست در نظر گرفته شود و با مستحقین رسانیده شود، هیچ نوع فقری در جامعه
پیدا نمیشه. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این گفتن که زمانی میاد که کسی پیدا نمیشد که صدقه بگیره. و این در زمان عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله و حتی در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه جامعه عمل پوشیده بود که کس پیدا نمیشد که یعنی صدقه را بگیره قبول بکنه. من توانمند شده ایستم، چون هر کس که بالایش حقی که لازمی بود او را پرداخت و کسی که مستحق بود به او پرداخته شد با جایی که حیف و میری نامشروع شود. پس در اینجا جامعه شد جامعه متکامل با متفق با همدیگر و با انسجام و ارتباط فاصله طبقات اجتماعی بله. پایین اومد و فقیر نموند و بلکه ثروتمند و کمک. یعنی فرقی در مراتب ثروت ها بود بله. و میمانه، اما فقر در دیگه. جامعه یعنی فقیری که هیچی نداشته باشد که بله. زندگی خود پیش ببره این از بین میره. بله واقعا. و این از نعمتایی است که اسلام قرار داده و یکی از راهش هم همین خیراتی است که انسان میتونه به امواتش به خصوص پدر مادر برسونه، که برای خیرات مثلا یکی از راه همین چیزایی است که به مردم و به خصوص به فقرا برسه، یعنی ثمرش. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد دعانویسی است که گفته بعضیا دعانویسی میکنن و دعاشون اثر داره یا نه. سوالشون این است که آیا دعاشون اثر دارد یا نه. و بعضیا در خانواده ایشون گفتن که این کار رو انجام میدن و دعاها رو آویزون میکنن. نظر شما در مورد این کار چیست؟ بفرمایید. این سوال یک انداز پیچیده هست از موضوع دعانویسی، چون دعا در آیات‌های متعدد قرآن کریم امر شده و در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعاهای گوناگون برای دفع چشم، برای حصول حاجت و برای تعویض نوشتن، یعنی یک چیزهای آویزون یا حتی به دست بچه میبندن و این کارهای انجام میدن. بله. خب این چیزها در اصل دعا بله. آمده و یکی از جمله عبادت‌های مهمی هست که باید که هر مسلمان انجام بدهد و تنها از الله تبارک و تعالی، از غیر الله تبارک و تعالی اگر دعای خواست از او دعا کرد مشرک میشد و از دایره اسلام میبراید. این موضوعی است که در جای خود ثابت هست. اما موضوع تعویض‌ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من علق تمیمه فقط اشرک. کسی که تعویض آویزان میکند شرک ورزیده. و در جای دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی چیزی را به نیت شفا یا که برآورد حاجت آویزان میکند وکیل الیه، با او سپرده میشود که چیزی با او انجام بدهد یا نه. این موضوع اصلی تعویض است. اما راجع به اینکه کسانی و در بدل او پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه وصیت کردن که دعاهای تعلیم دادن راجع به حالات مختلف و همچنین آیات های از قرآن کریم و سوره هایی که مثلا سوره فاتحه هست، قل هو الله و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس هست و این چیزها را باید بخوانند. چیزی که دو آیات آخر سوره بقره هست، آیت الکرسی هست، چیزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن و که هر کس باید خودش بخوانه و رابطه خود با الله تبارک و تعالی مستحکم بسازه. یعنی اینجا اصل در موضوع چیزی است که شریعت اسلامی قسمی که نظام کهنوت و کاهنسازی که در یهود و نصارا بود او را از بین میبره. مباشرتا خودت با الله تبارک و تعالی در تماس باش. لذا الله تبارک و تعالی میگه که و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. اینجا الله تبارک و تعالی میگه من هر لحظه آماده هستم که فریاد حاجتمنده ها را، حاجت دعا گوینده ها را برآورده بسازم. پس اونها تابعدار ما بوده باشن و ما حاجت اونها را برآورده میسازم. در آیات های متعدد قرآن کریم به این موضوع تاکید شده که خود این اگر دعایی را یاد نگرفت با زبان خودش
لازم نیست که حتما متن عربی را آموخته و او را با او دعا بکنه. با زبان خودش حاجت خود از الله تبارک و تعالی بخواه. الله تبارک و تعالی در تمام حالات همه زبانها را میدانه، همه زبانها را پیدا کرده و میدانه. و بنده هرچی با عذرزاری بیشتر از الله تبارک و تعالی میخواه، الله تبارک و تعالی بیشتر به او لطف میکنه، بیشتر به او مرحمت میکنه و مورد اجابت قرار میده. پس اینجا نه قید زبانی را الله تبارک و تعالی در قضیه دعا گذاشته و نه قید مخصوص دعایی را و نه کاهنی را در وسط واسطه قرار داده که حتما از طریق او چیزی به اونها گفته شود. این هست موضوع اصل دعا. اما راجع به اطفالی که تعویض نوشتن یعنی خودشان چیزی یاد گرفتن نمیتونن و چیزی را نمیفهمند. بعضی از صحابه کرام چون عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه گفتن به اونها تجویز دادن که بعضی ادعیه برایشان ادعیه وقایعی نوشته شود، بهتر است که با اونها دم شود خوانده و دم شود. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواندن در خود دم میکردن و در روزهای اخیر امهات المؤمنین خوانده با اونها دم میگذاشتن. اما در موضوع اطفال خرد بعضی صحابه کرام تجویز دادن با قید ای که نباید که باید حالات برآمد و درآمد اطفال، حالات رفت طفل در دستشویی و غیره مراعات شود و ای که بی‌حرمتی با او ذکر صورت نگیره. به هر حال بهتر است که او هم اجتناب شود، یعنی اگرچه او نوش از بعضی ائمه سلف تجویز شده و بعضی دیگر صحابه کرام هم او را ضمن ای که شامل همین حکم عام حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و هست به اجتناب او گفتن. پس در اینجا می شود که بهتر است که پرهیز کرد. اما اگر کسی که انجام میدهد به علت ای که او شخص نمیخوانه، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و خودشان حسنین رضی الله عنهما را بالشان دم میگه دعای را میخوانن الله اعیدکما بکلمات الله التامه من کل شیطان وهامه و من کل عین لامه، برای دفع چشم و برای دفع وهم از خودشون میخوندن و دم میکردن، هیچگاهی تعویض ننوشتن. اما از چیزی که هست در صورتی که در موضوع اطفال بوده باشد میشود که تجویزی که از بعضی ائمه سلف آمد در او انسان محتاطانه عمل بکنه. اما به هر حال بهتر است که باید از رقیه و دم شرعی استفاده بکنه، قسمی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عموم صحابه کرام آمده، به جایی که تعویض بنویسه که راهی تعویض نویس های دیگری را باز بکنه. موضوع دیگری که در اینجا در قضیه تعویض هست، اکثر تعویض نویس ها یک تعداد از اونها اصلا مسلمان نیست، یا هندو هست یا زرتشتی هست یا کی با غیر دین اسلام مرتبط هست و بدون استثناء بدون تشخیص مراجعه میکنن. کسایی که چیز اونجا دکان باز کرد یا اتاق با جای مشخص باز کرد به حساب تعویض نویسی، همه مراجعه میکنن و از او تعویض میگیرن. این یک موضوعی که بیان خلل این قضیه را واضح میسازه. اصلا هندو مسلمان نیست، تو خود مسلمان هستی، الله داری و اصلا با الله تو یعنی ایمانی درست نداره یا ایمان نداره، یا اگر احیانا داره از او بگیرید، از او بگیرید. الله بالای سرت هست، با تو ارتباطش قوی‌تر و بهتر است. این یک موضوع دومی که در بسیاری از کتاب‌های تعویض که هست، در اونها و ورده هایی که در تعویض هست حاجت خواهی از غیر الله تبارک و تعالی صورت میگیره. حتی بعضی یا عزازیل که یکی از نامه های ابلیس است، فرعون، نمرود، شداد، همین طواغیت کلی، طواغیت که هست اونها از اونها حاجت خواهی میشود، یا که نام های مشخص جنیات هست. حروف ابجدی می نویسن که خب موضوع حروف ابجدی دیگه موضوع هست که چیزی که است که قابل فهم نیست و اکثرا رمز از رموز شیطان هایی می باشد که این آخوند یا تعویض نویسی که هست
هندوی تعویض نویس یا زرتشتی تعویض نویس یا یهودی تعویض نویس با او جنیات در ارتباط دارن و با اونها کفر میکنن، کفر را همراه با اونها انجام میدهند و اونها در خدمت اونها قرار میگیرن و این هم تعویض هم یک نوعی از کفری است که ایران هم میخواد که یک مسلمان ناآگاهی را با او بکشانه. یک این موضوع دوم بود. موضوع دیگری که در اینجا هست، در بسا از تعویضها یاد دهانی شده می شود که در بسا از تعویضها یا در تعلیمات او هست با حروف ابجد نوشته می شود که مثلا این دعا با این عدد را ذکر میکنه در این چیز و در فلان جای نوشته شود. یعنی بسا اوقات رمزی او هست که مثلا با خون حیض یا با پیشاب یا با دیگر چیزی که نه وقتی که شماره ابجدی به حروف تبدیل ساخته شود به اون معنا میده. در زیر کفش یا اینکه در قبرستان یا در چیزی پلیده نوشته شود و آیت هم آنچه که نوشته میشه آیتی از قرآن کریم هست و این یکی از جمله اشکال کفری هست که بسیاری از تعویض نویس‌ها به او گرفتار هستند و الله تبارک و تعالی اونها را هم هدایت بکنه و کسانی که به اونها مراجعه میکنن اونها را هم هدایت بکنه و ما هم را از گرفتاری در مسیرهای نادرستی که برخلاف شرع هست نگاه بداره. آمین. جزاکم الله خیر شیخ. اگه موافق باشین تماس بینندگان رو بگیریم. تماس اول بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه، منتظر سوال شما هستیم. سلامت باشید. برنامه آقای علایری که اشتباهی تماس گرفتین ظاهرا. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. ببخشید از کرمانشاه زنگ میزنم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید راجع به این که گفتن کسی که میره حج خانه خدا دیگه روزه و نماز بر او بدهکاری ندارد، آیا راست است یا نه؟ یعنی قبلا نماز نخونده الان رفته حج کل نماز گذشته یعنی پاک شده؟ خوانده بدهکار نباشه دیگه بعد از اون. انشالله پاسخو میدیم. ممنون، دست شما را نکنه. خدا. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. استاد محترم یک دو سوال داشتم از شما. سوال اولی که در افغانستان یک رسم است که مثلا کسی که فوت میشه دوستا که خانهشان میره اینا یک نفر یا قاریس یا غیر قاریس مثلا یک سوره یاد داره اول سوره میخونن یا سوره فاتحه یا کدام سوره دیگه مثلا میخورن دست بالا میکنن دعا میکنن. بله. در این قسمت کدام حدیث از پیغمبر خدا است که اینا این کارا میکنن یا هیچ کدام دلیل شرعی ندارن؟ بله. یک سوال. و سوال دومی است که کسانی که میرن بعضی کسا میگن فلان نفر قصیده خوانده و این قتیله شده و چطور شده بخشین قتیله خونده وقتی که 40 روز می در قبرستان رفته ششته در اوجه نماز نخوانده چیز نخوانده چطور این ولی ولا شده میتونه چطور قصیده چی معنا داره استاد میره بخواستم که از استاد پرسان کنم. ان شاء الله پاسخ دریافت کنم. تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید هستم از چند زنگ می‌زنم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خسته نباشید، خدمت استاد بزرگوار. سلامت باشید. ببخشید یه سوال داشتم. ما وام ازدواج داریم. وام ازدواج. خب قرار وام ازدواج. بله. میخوایم به یه آشنا وام واگذار کنیم. من بگیم بهش دیگه هیچ طلب هیچ پولی ازش نگیریم. بله. خواستم دودم واسه ما گناهه، واسه ما حرامه. وکالتی بهش بگیم بدون هیچ درخواست هیچ پول یا هیچ تقاضایی. بله. ان شاء الله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. خواستم
باشه ممنون. دست در نکنه. سلامت باشین. خدا خسته نباشید. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. شبکه وصال. بله، شبکه وصال، برنامه پرسش پاسخ و صدای شما داره پخش میشه. من از یاسوج تماس میگیرم. از شهر یاسوج، بفرمایید. خواستم بگم در با آیه خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بله. یعنی فرمان ببرید از خدا و رسول، در قرآن اومد. بله. ولی چرا جناب عمر بن خطاب در رابطه با فرماندهی لشکر اسامه طبق فرمان پیامبر با او حرکت نکرد، با آنهایی برگشت؟ یکی هم در رابطه با که پیامبر اسلام فرمود در هنگام بیماری قلم و کاغذی برای من بیاورید، چیزی برای شما بنویسم که بعد از من کفر نشدید. عمر گفت این مرد بزرگان در صورتی که قرآن فرمود محمد سخنش وحی. خواستم جواب این سوال منو بدید، خیلی متشکرم. سلامت باشم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. شبکه وصال حق. بله، شبکه وصال حق، برنامه پرسش و پاسخ و منتظر سوالای شرعی شما هستیم. بفرمایید. یه سوالی میخواستم من از جناب استاد بپرسم. بله. سوال شرعی اگه داریم بفرمایید. شرعی نیست ولی سوالی داشته باشم. اگه میشه به صورت مختصر و به صورت سوالی بپرسین تا بینندگان دیگری که پشت خط هستن نیز وقت داشته باشن تا سوالاشون مطرح کنن. بفرمایید. و از طریق تلفن صدا رو بشنوین. یعنی گیرنده تلویزیون رو صداشو کم کنید و از تلفن صدا رو بشنوین. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم کسانی که تماس میگیرن صدای گیرنده رو کم کنن و فقط از تلفن صدا رو بشنون، چون اینجوری صدا دیر میاد و خود به خود تماس‌ها قطع میشه و فاصله زیاد میفته. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز. بله. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. یه سوال اول هم این است که درباره عظمت و فضیلت شب مبارکی برات اگر استاد لطف کنند مفصلا در این باره توضیحات بدن. ببخشید، در مورد فضیلت شب برات، شب مبارکی برات بعد بله گفتن دیگر استاد دیگر که درباره این فحاشانی که زن میزنن برنامه رو خلالدار میسازن، یک چیز براشون بگم که این کار در شأن ایرانی ها زیباندن که اینقدر ادب خودشون در نمایش نگذارند و برنامه ها رو خلالدار نسازند. من از این برادران فحاش خواهش میکنم که برنامه ها رو خلالدار نکنن. والا از کوزه بیرون تراود هر چه دروست دیگه، چیز دیگه در کفه ندارن. فقط فحش و ناسزا دارن دیگه، چیز دیگه بلد نیستن. تشکر میکنم از شما. شأن ایرانی ها زیباندن است. ما ایرانی ها رو باید فرهنگ بالا، باید معنویت خیلی بالا میشناسیم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. موفق و پاینده باشید. سلامت باشین، خدا یار شما. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام فرسلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید یه سوال داشتم. در خدمت شما هستیم، اگر سوال شرعی داریم بفرمایید. وقتی مسلمان ها در دوران صدر اسلام حمله میکردن به یک کشوری مرداشون رو میکشتن، تکلیف این زناشون چیکار میکردن؟ تکلیف زناشون، زنای اون کافرها که کشته میشدن، زنها. بله. انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. علیه الله بکافن عبدت. ایمان نیازی به پیامبر امام نداریم. بس خوارج لا حکم الا لله.
و خود من مستقیما بخشین سوالتون واضح نیست. سوال شرعی دارین؟ فرمایید آیا خدا بنده از محمد را کفایت نمی‌کند از دشمن شما و از اینکه قبرش را خراب کنید امامت اهل بیتش را عذاب قطع کنید به خلفای اموی بدهید. پیامبر هم همین آیات توحید را دید و فرمود قولوا لا اله الا الله. چرا زنده را میتوان صدا داد و مرده که روح من شما متوجه سوالشون شدین جناب دکتر؟ خیر ان شاء الله. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. صدای ما رو از تلفن بشنوید بیننده عزیز. خیلی خوب. زنده باشین. سلام علیکم. برسم استاد و ببین ما یک کارگر هستیم، کارگری افغانی هم تو ایرانم. تو ایران هستم. ما از روز میره سر کار. بله. موقع ظهر هم نماز میمونه. این نماز چی را هم کنم؟ اینا فقط موقع ظهر نماز میمونه. بله. این نماز ظهرتون قضا میشه. سوال یکی دیگه وقتی ما ببین خودم سوال ندارم، قرآن کریمه که ما دعا گوش میکنم راستی اصلا عشق میریزه عشق میریزه. این ثوابش چی است؟ که علاقه خیلی زیاد دارم آجام. بله. امین. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. پیامبر سالها با ابوسفیان جنگ. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلامت باشین بفرمایید. خواستم من قبل از اینکه یه سوال داشتم از جناب استاد. من قبل از اینکه موحد بشم یه نذرایی به درگاه این امامانی که داشتیم میکردم. الان تکلیف اون نذرای من چیه؟ یعنی نظرهایی میکردی به درگاه به درگاه این امامامون، چون من قبل شیعه بودم الان سنی شدم. بله. بعد الان تکلیف اون نذرای من چیه؟ من یعنی در قبال اینا یه چیزی دارم یا نه؟ نباید اونا رو پرداخت کنم؟ بله انشالله پاسخ دارید. اینجور چیزا. بله بله. خب ممنون. خسته نباشید. سلامت باشین. خواهش میکنم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین بفرمایید. میخواستم یه سوالی از این استاد بپرسم. ببینم این مرگچش از کجا گرفته؟ سوال شرعی اگه داریم بفرمایید، وگرنه بینندگان دیگر پشت خط هستن و به بینندگان دیگر وقت میدیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. قطع شد. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. وصال حق. بله برنامه وصال حق. اگه لطف کنین صدای گیرنده رو کم بکنید و از تلفن صدا رو بشنوین. آقا من یه سوال داشتم. خمس کدام سوره قرآن اومده؟ این یه سواله. خمس در کدام سوره قرآن؟ کجا به دنیا آمده؟ بخشین سوال دومتون؟ حضرت علی بله. کجا به دنیا آمده؟ انشاءالله پاسخ دریافت خواهیم کرد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید.
تماس قطع شد. دکتر سوال کافی یا همچنین ادامه بدیم سوال بینندگان؟ چون 10 تا سوال گرفتیم الان تا 12 تا سوال. میشه باز پاسخ بگوییم باز دوباره بگیریم فرصت. یعنی برسیم اینو برای چیز کنیم. آخرین بیننده رو هم بگیریم و به سوالای بینندگان ان شاء الله برسیم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه رساله ها. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خسته نباشین. سلامت باشین. بفرمایید بیننده عزیز. بگم که منی چی؟ منی. سوال دیگه هم دارین؟ نه دیگه همین سوال پاسخ. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاهی میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مصطفی فکری کنیم بهر وضع مسلمین بینوا فکری کنیم. ای عزیزان بهر دین مصطفی فکری کنیم بهر وضع مسلمین بینوا فکری کنیم. جای مهر دین و ایمان حب دنیا در دل است، دین چه آسان می رود از قلب ما فکری کنیم. گشت مسجد از جوانان مسلمانان تهی بهر آبادی مسجدها بیا فکری کنیم. بی حجابی می کند بیداد و در این شهر ما می شود کم کم تهی دل از حیا فکری کنیم. این همه بی برکتی در رزق و روزی از کجاست؟ از چه برکت رفته است از سفره ها فکری کنیم. رفته رونق از میان کار و بار مسلمین، نیست و اینک در میان ما صفا فکری کنیم. قوم و با قوم و قبیله با قبیله دشمن است، بهر دلهای زهم دیگر جدا فکری کنیم. زور و زر گشته شعار جمله جای فکر دین، قلبها بیمار و از بهر دوا فکری کنیم. تا به کی در خواب غفلت جان من بیدار شو، تا برای توشه‌ای پیش خدا فکری کنیم. دیده را با آب پاک توبه ها باید که شست، بهر پاکی نگاه ها از گناه فکری کنیم. ای عزیزان بهر دین مصطفی فکری کنیم، بهر وضع مسلمین بینوا فکری کنیم. جای مهر دین و ایمان حب دنیا در دل است، دین چه آسان می رود از قلب ما فکری کنیم. جای مهر دین و ایمان حب دنیا در دل است، دین چه آسان می رود از قلب ما فکری کنیم. دین چه آسان می رود از قلب ما فکری کنیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، اولین سوال بیننده در مورد این قضیه بود که اینجور یعنی شنیده و گفته شده که کسی که حج میره دیگه بعد از حج رفتن نباید نمازش قضا بشه. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین.
در موضوع نماز و سایر عبادات و فرایضی که الله تبارک و تعالی بر مسلمان ها فرض گردانده و نواهی که چیزهایی که آنها مسلمان ها را بندگان خدا الله تبارک و تعالی از آنها منع کرده، در همه حالات بالای یک انسان و یک بنده الله تبارک و تعالی لازم هست که باید تابع او فرمان ها بوده باشد و تقصیر در او راستا تا به حد امکان نداشته باشد و در این یک حالت از دیگر حالت تفاوته نمیکنه مگر حالتی که عذر داشته باشه و امکان دسترسیش و امکان ادای فریضه برای او نبوده باشد. پس اینجا حاجی و غیر حاجی در ملزم بودن به این امر تفاوت ندارند، اما هر انسان به هر اندازه که اعمال نیک بیشتر انجام میدهد و مخصوصا حج هم که یکی از جمله ارکان مهم اسلام هست، چیزی از ارکان پنجگانه اسلام هست، بعد از ادای از او باید انسان محتاط‌تر بوده باشد تا که عمل سابقه خود از ضایع نسازه و از دست ندهد. لذا همیشه باید که بیشتر احتیاط بکنه و هر چی بیشتر میتونه با اوامر و فرایضی که از جانب الله تبارک و تعالی بالای از او مقرر شده تابع و فرمانبردار بوده باشه و همیشه از تقصیر در اونها و کوتاهی در اونها پرهیز کنه. این موضوع چیز ورنه ملزم بودن او که باید که نماز بدهکار نداشته باشد در همه حالات بالای اون ملزم است که نباید نماز بدهکار داشته، چون نماز نقد بالای فرض هست و نقد باید گرفته میشه. اگر احیانا نسبت مجبوریت یا که بیدار نشدن یا که خلل نماز از شخص فوت می شود، باید که هر چی عاجلتر به قضای او بپردازه و نگذاره که او روزها و ماها بدهکار او نماز بوده باشد، چون هر روزی از خود نماز جدید داره و فرضی جدید. و در برنامه ضمن یکی از پرسش های کتبی که پرسندگان عزیز داشتن، بینندگان عزیز داشتن، اونجا هم گفتیم که یکی از جمله یعنی دومین رکن در اسلام هست نماز، یعنی مقدمتر بالاتر از حج که حج پنجمین رکن میشه، دومین رکن هست بعد از کلمه شهادت. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که کسی که بر قصد نماز ترک میکنه فقط کفر ورزیده است. و در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که عهدی که پیمانی که میان ما و میان مشرکین هست نماز هست، کسی که او را گذاشت فقط مشرکین خدا با مشرکین همسان ساخته. و در آیت هم خواندیم که در سوره یائحل مدثر ذکر میکنه یکی از اسباب عمده ورود شخص به دوزخ رفتن اشخاص ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ما از جمله نمازگزارها نبودیم. بلکه بالاتر از او در سوره ارأیت الذی یکذب بالدین، در این سوره که به نام سوره الماعون هست، سوره های در اونجا کسی که بی‌پروایی راجع به نماز داره او رو الله تبارک و تعالی نفرین میکنه، میگه ویل للمصلین، ویل للمصلین، نفرین باد، یا که ویل در بعضی تفسیرها یکی از طبقه های دوزخ هست. این جایگاه نمازگزاران است. کدام نمازگزار؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نمازشون بی‌پروا هستن، اگر خواست دلش خواست میخونه، دلش نخواست هیچ، یعنی با نماز اهمیت و ارزش نمیدن. پس وقتی که به اونها یک طبقه از دوزخ تخصیص یافته، چون رکن دوم اسلام گذاشتن، و پس کسی که کاملا همیشه زندگی بدهکاری در نماز و در اطاعت الله تبارک و تعالی را به خود گرفته، جایگاه او کجا بوده باشد؟ سقر جایگاه کسی است که هیچ نماز نمیخونه. اما کسی که بی‌تفاوتی در برابر نمازها بی‌تفاوت هست و بی‌پروایی میکنه، جایگاه او ویل هست، یا یکی اقلش بگیریم نفرین از جانب الله تبارک و تعالی برای او آمده. پس باید در همه حالات یک انسان مسلمان و یک بنده الله تبارک و تعالی پایبند ارکان اسلام و فراتر از او فرایض و واجبات دیگری که بالای او مقرر شده
بوده باشد. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که چیزی که شما را حکم میکنم تا که توانتان هست انجام بده، اما چیزی که از شما را از او منع میکنم باید خودداری او را بالای خود لازم بگردانه. یعنی در موضوع نواهی جدیتر هست در نسبت به اوامر، اما تا که توان هست امکان هست برش باید انجام بده. حتی که در راجع نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اگر ایستاده نتوانست نماز بخونه باید نشسته بخونه، اگر نشسته هم نتوانست در جایش افتیده، اگر به اون هم با اشاره، حتی به اشاره چشم هم نماز خود انجام بده، گویا که تفاعل داره و ارکان انجام میده، چون در حالت شدت مرض هم نماز خود بخونه با اشاره چشم از کار خود به اندازه که میتونه انجام میده. از او بالاتر ملزم نیست. در مراحل بعدی بعد از شفا یافتن دیگر ملزم به قضای اون نمازهایی که به اشاره انجام داده یا حتی به اشاره چشم در صورت ناتوانی خود از اشاره سر و غیره ادا کرده، بالایش دیگر لازم نیست که اونها را قضای اونها را انجام بده، چون در وقتش به اندازه که امکان داشت توان او بود ادا کرده. از الله تبارک و تعالی برای برادر عزیز خود و برای خود و تمام مسلمان ها توفیق الهی را میخواهیم که ما را دائم در تابع فرمان های خود و پایبند به احکام الهی نگه بداره. بیننده بعدی سوالشون این بود که در منطقه، یعنی گفتن که در بعضی مناطق رسم است که وقتی که یک نفر مرد یک گروهی میرن دست جمعی و یک نفر قرآن میخونه و بعد دست بلند میکنن و دعا میکنن. آیا این کارشون دلیلی هم داره؟ در شریعت اسلامی هیچ دلیل برای این نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیکترین هایشان وفات کردن، بعد از او بزرگترین صحابه کرام و بعد از او خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردن. صحابه کرام هیچ یک چنین مراسمی را نگرفتند و در اصل یک نوع یعنی تخریب ذهنهای عامه در برابر قرآن کریم هم هست که بسا اوقات مردم عامه و مردم نادان تصور میکنه که قرآن کریم برای وقت مرده ها هست، کسی که فوت میکنه برای اونها هست، برای تعزیه هست. لذا وقتی که قرآن کریم خوانده شود در جای با آواز بلند و با آواز تجویدی میپرسن که کسی فوت کرده؟ یعنی متاثر میشن. حالا که وقتی قرآن کریم خوانده میشه باید او خوش شوه و با سرور و خوشحالی با او روی بیاره، نه اینکه ما یک رواج از خود ترسیم بکنیم که باعث نفرت مردم و دلگرفتگی افراد از قرآن کریم شوه. در قرآن کریم در قرآن برای کتاب برای زنده ها هست نه برای مرده ها، تا که هست شما از استفاده بکنید، نه اینکه سر قبر یا برای میت خوانده شود. و این رواجی که هست یکی از رواجه های غیر وارد در شریعت اسلامی و چیزی از بدعات به شمار می رود که در پهلوی به اصل بودنش این خللی اجتماعی و خللی فکری و خللی در حرمت گذاری به قرآن کریم با خود داره. جزاکم الله خیر. سوال بعدی همین بیننده هم این بود که سوال دیگرش این بود که بعضیا به ظاهر ملا صفت و ملا میرن بعضی کاری انجام میدن که میرن بر سر قبر و 40 روز قصیده میخونن و بعد میگن که به الله رسیده و ولی شده است. اینها چه کسانی هستن و چه حکمی دارن؟ خب اینجا اگه میشه در مورد این گروه هم یک توضیح بدین. این در مجموع گروهی که پیشتر یک پرسش شده راجع به اونها در موضوع تعویض پاسخ گفتم. این گروه است که وظیفه کسب و کمایی و جیب تراشی دینی را با خود گرفته، از راه استفاده نامشروع به نام دین از افراد ناآگاه و پرساختن جیب خود از اون طریق فعالیت میکنند و اکثری از اینها افراد جادوگری هست که قسمی که در قرآن کریم در سوره بقره
الله تبارک و تعالی راجع به جادوگرها گفته میفرماید که و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یهودی ها میگویند که سلیمان جادو تعلیم میداد. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اونو جادو از سلیمان علیه السلام گرفته شده. میگه سلیمان کفر نورزید. الله تبارک و تعالی رد میکنه که اینجا الله تبارک و تعالی رد میکنه که سلیمان هرگز جادو از او نشأت نکرده، تعلیم جادو از طریق او نیامده. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. لیکن شیطان ها بودن کفر میکردن که به مردم جادو تعلیم میدادن، جادو میآموزندن. پس جادو در این آیت قرآن کریم یک شکل از اشکال کفر به شمار آمده. و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که حد ساحر ضربة بالسیف، یعنی جادوگر چون جنایتی که در برابر جامعه و در برابر مجتمع داره، بیراه ساختن، ایجاد خلل ها، ایجاد تفرقه ها، همگی حد او کشتن هست. باید مجازات شود. این هست موضوع جادوگر. و همچنین یکی از راه‌هایی که این جادوگرها برای راضی ساختن شیطان و شیطان‌هایی که در جریان اعمال جادوییشان با اونها کمک میکنن انجام میدهن، همین قصیده خوانی‌های بالای قبرها و در جاهای احیانا در تشنابه‌ها، یعنی حمامات، دستشویی‌ها و احیانا در جاهای در قبرستان‌ها و جاهایی که اونجا مورد جاهای حضور شیطان و دور بودن ملائکه و نیکی هست، در اونجا حاضر میشوند، قربانها و نظر نیازهای به اونها تقدیم میکنن، قصیده هایی که کاملا در مجموع پر از شرکیات و التجا و تضرع به اونها و حاجت خواهی به اونها و سجده و تعظیم نامشروع و شرکی به جنیات و شیطان هست انجام میدهند. و در عموم این حالت خود از نماز و از همه انواع طاعت الهی دور نگه می‌دارن. یعنی تبدیل به یک ساحر واقعی میشن. بله، تا اینکه نزد شیطان پذیرفته شوند و در اعمال جادویی به کمک اونها برسه. لذا در قصیده خوانی های خود، در تعویض های خود، در همه چیزهای خود الفاظ شرکی و غیر اسلامی می‌نویسن. این همگی یکی از قصیده خوانی که اینها دارن یکی از شیوه های عبادت شیطان هست که خود در به شیطان بیشتر نزدیک میسازن و هر کس که بیشتر کفریات انجام داد در اینجا به شیطان بیشتر نزدیک میشه و جادوگر قویتر می بوده باشد. لذا در آیت قرآن کریم وقتی که جادو کفر به شمار میراد، یعنی بس علت ای هست که هیچ جادوگر بدون کفر ورزیدن و شرک به الله تبارک و تعالی و عبادت شیطان ها، تقرب عبادتی به شیطان ها امکان ندارد که در مسیر جادوگری خود راه پیدا بکنه. پس از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که همه اینها را توفیق بوده و به مسیر حق و درست و توحید و به اسلام اینها را برگردانه، نه اینکه به جامعه یک مسلمان غرق در کفریات و شرکیات و عبادت شیطان دیگر مسلمانان آگاه به گمراهی و بیراهی بکشانند و جیب تراشی دینی و مذهبی را به نام اسلام در مخالفت با اسلام انجام بدهند. الله تبارک و تعالی اینها را از این مسیر نامشروع و نادرست هدایت بکنه و به مسیر درست و به مسیر مطابق با تعلیمات اسلامی راهنمون بسازد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این بود که گفتن وام ازدواج گرفتیم ولی میخواهیم وام ازدواج را واگذار کنیم، یعنی خودمون استفاده نکنیم، حال بدون گرفتن پول از طرفی که ما واگذار کنیم. حال آیا کسی که از این وام استفاده کرد، آیا ما هم در این گناه سهم داریم؟ اصلا در اصل وام ازدواج یعنی قرض گرفتن برای ازدواج بدون اینکه آلوده به قضایای سودی و آلودگی های سودی بوده باشد هیچ نوع اشکالی ندارد و الله تبارک و تعالی در ادای او قرض و وام با انسانی که برای حصول عفت خود و حفظ عفت و پاک دامنی خود قرض گرفته ازدواج میکنه
در ادای قرض او الله تبارک و تعالی با او کمک میکنه و یکی از مواردی هست که مدد الهی و کمک الهی از با نصوص شریعت وعده شده برایشان. اما مشکلی که اینجا هست مشکل سوده که در پهلوی ای وام الزامی گذاشته می شود. اصل خلل در اینجا هست. ایره خودی شخص استفاده بکنه یا که گرفته به دیگر نفری بدهد که او استفاده کنه، تو از تعامل سودی که در اینجا هست ربوی، این گناه ای حتمی بالای او هست. بله شخصی دیگری که به عنوان قرض عام یا هدیه از این گرفته استفاده میکند گناهگار نیست، مگر اینکه خود او هم در یک نوع از وابستگی های سودی مرتبط بوده باشد و معامله‌گر بوده باشد. در او صورت او هم در اجرام شریک می باشد. در غیر او موضوع وام گرفتن در ازدواج هیچ مشکلی در شریعت اسلامی ندارد، در صورتی که ربا و سود در پهلوی او نبوده باشد. و الله تبارک و تعالی کمک وعده او را، قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن، کمک پرداخت او را به عهده گرفته. قسمی که الله تعالی فسوف یغنیهم الله من فضله، الله تعالی از فضل خود اونها را به نیاز می‌سازد و سرمایه دار می‌سازد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که از یاسوج بودن سوالشون یعنی این بود که خداوند در قرآن فرموده است و اطیع الله و اطیع الرسول. بعد گفتن که خب چرا حضرت عمر رضی الله عنه لشکر اسامه را برگردان، یعنی رسول الله گفته بود لشکر اسامه جنگ بکنه و او مانع شد. و سوال بعدیشون هم این بود که خب در هنگام بیمار پیامبر فرمود قلم و کاغذ بیارین که بنویسن و حضرت عمر رضی الله عنه گفت که رسول الله هذیان میگوید. بفرمایید. موضوعی که اطاعت الله تبارک و تعالی و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم جزئی از ثوابت اصلی دین مقدس اسلام هست و کسی که از اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نپذیره، بگوید که من اطاعت او را قبول ندارم، حتی الله تبارک و تعالی کافی هست، قسمی که ما در یک از سوالها هم داریم، او از دایره اسلام میبره. چون بخشی رسالتی که در اسلام هست جزئی دومی از کلمه طیبه، رکن اول اسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله، او را نپذیرفته. پس کسی که او را منکر شد از اسلام میبراید، اگرچه اصل توحید هم بپذیره. بعضی یهود و نصارایی که بودن به اساس انکار رسالت کافر بودن، حالا که توحید در اصل چیزشان داشتن، در اصل دیانتشان بود و به این شکل فعلی به انحراف نرفته بودن. به هر حال اینجا در استدلالی که اونها میخواستن بکنن در موضوع فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با برآمد لشکر اسامه رضی الله تعالی عنه، در اصل لشکر اسامه وقت یک ماه پیش از که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات بکنه تنظیم شد و فرستاده میشد به رخ تبوک یا یرموک. اونجا به خاطر گرفتن انتقام شهادت پدرشان زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه و صحابه‌ای که اونجا شهید شدن، جعفر طیار رضی الله تعالی عنه، با اونجا فرستاده میشد. در این لشکر یعنی بزرگان صحابه کرام هم بودن. وقتی که چیزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و مرض بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان تدارک لشکر شدت گرفت، مشوره عمومی به این شد که پیامبر توقف داده شود و حتما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مدت یک ماه بودند و عمر رضی الله تعالی عنه همه کاره اون زمان نبود، یک فردی از افراد بود، بلکه در لشکر اسامه یک فرد بود و بس اوقات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دیگران را به عنوان امیر تعیین میکرد و او انتخاب نمیشد. حتی در غزوه خیبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علی رضی الله تعالی عنه را و دیگران را به عنوان امیر معرکه انتخاب کردند و بیرق لوای اسلام با اونها دادن. حالا که عمر میگه که من در زندگی خود همون زمان علاقمند ای بودم که باید لوا با داده شود، اما با او ندادن چون همه کاره نبودن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر آنچه میخواستن
انجام میدادن و همگی تابع فرمان رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اینجا اگر موضوع بسیار جدی می بود که حتما همون لحظه روان شوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قسمی که در موضوع امامت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هیچ نوع پیشنهادی را نپذیرفتن، پیشنهاد همانند پیشنهاد زنایی است که به یوسف علیه السلام پیشنهاد موافقه به زنا میدادن. یعنی پیشنهاد شما مثل پیشنهاد صواحب یوسف است که یعنی عمر انتخاب شود یا شخصی دیگری در اونجا نپذیرفتن. پیشنهاد از نزدیکترین نفرها بود. نه، و این در آخرین روزهای وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. در آخرین روزهایی که بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نپذیرفتن. حالا که یک ماه پیش ابوبکر صدیق بود، هیچ رأی نه، چون رأی اول و این چیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. کسی دیگری موقف نداشت که گپی سخن یک داشته باشه. لذا هیچ نوع مخالفتی در برابر امر جدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای کسی مجال نبود. بله، مجال مراجعه داشتن صحابه کرام در مجموع زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حتی در غزوه احد و دیگر مواقف هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رأی را پیشنهاد میکردن. به اساس یک پیشنهاد از جانب بعضی صحابه کرام رأی عرض میشد. در صورتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جدی می بودن، هیچ مجال برای تردد در اون مسئله نمیماند. اما در صورتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از عرض رأی خاموش می شدن یا که از تصمیم اولی که پیشنهاد یا که امری که داشتن از او منصرف می شدن، اینجا مجالی نقد بالای کسی نیست. یعنی اگر ممکن می بود که بالای تصمیم های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأثیر گذار می شدن، در موضوع انتخاب ابوبکر صدیق رضی الله عنه تأثیر گذار می شدن. چندین شخص پیشنهاد کرد، ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت نه، ابوبکر بخواید که بیاید. اینجا عمر هر روز، عمر جزئی او لشکر بود، پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضور داشت و خصوصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پدرزن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و همه روزه به زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد. اگر موضوعی که رفتن اونها هم ملزم می بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت چی میکنید در اینجا، با قافله بپیوند که ما اینجا تصمیمات خود بگیریم. دور میساخت اگر به این قدر موضوعی چیز داشت. اما چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در اونجا ما چیزی نگفتن و رضایت نشان دادن، یعنی چی اهم شخصیتی هست که آمده امروز انتقاد میکنه بالای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که چرا در اینجا در موقفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رضایت داده، چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رضایت داده اصلا، چرا اینجا این پیشنهاد شده و یک نوع خلل عقلی و خلل معرفتی دینی شخصا نشان میده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خاموش اختیار کرده، موافقه نشان داده، هیچ اعتراض بالای این پیشنهاد نداشتن. این آمده امروز اعتراض میکنه که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا انتقاد نکردن، اعتراض نکردن، چرا اینجا عمر یک رأی داد یا همسر اسامه بن زید رضی الله عنه پیشنهاد کرد که لشکر فعلا روان نشه. خود شخص که عذر داره بخور معروف و مقصر نیست، برای که از کودکی این چیزا رو تو مغزشون فرو کردن و گناهی نداره دیگه، همیشه این چیزا یادشون دادن. پس مشکلی تعلیم هست و احیانا مشکلی اندیشه هست. و همچنین موضوع دیگری که راجع به چیزی پیامبر عمر رضی الله تعالی عنه بود، عمر رضی الله تعالی عنه گفت که شاید چیزی که میگوید تحت تأثیر بیماری بوده باشد و این به هر یک پیش میشون بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمان این سخن گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلسل چندین بار بیهوش شدن، به هوش می آمد و چیزی میگفت، پس به هوش می آمد و چیزی میگفت. پس اینجا عمر رضی الله تعالی عنه فکر کرد که شاید در تحت تأثیر بیماری چیزی میگوید، چون جدیداً از بیهوشی به هوش آمده. اینجا یک شکل طبیعی، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشر بودن. اما
زمانی که عمر اگر یعنی موضوع پیامبر اکرم صلی الله علیه و منصرف شد، همه گفت شما بیرون شوید، بیرونشان کرد. میتونست پیامبر اکرم صلی الله علیه و بعد از او یعنی انتقاد بده که چرا پیامبر صلی الله علیه و بعد از که عمر بیرون کرد، بله، با یک فرمان برای این از خانه اونها را بیرون کرد. علی را میخواست، دیگرای را میخواست، فرمان میخواست مینویست، هیچ چیزی نداشت، چون با یک فرمان عمر را بیرون کرد از اتاق. اگر اینقدر قوت می داشت در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و تصمیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و اونجا ایستادگی میگفت من بیرون نمیشم که تو کدام تصمیم نادرست نگیری. اما جرأت یک لحظه توقف در اونجا از خود نشان نداد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و بعد از او 4-5 روز زنده بودن. بعد از اوی که یعنی پنجشنبه بود و اونها وفاتشون در دوشنبه شد. یعنی که روزی که تولد شدن همون روز وفاتشان شد، روز دوشنبه. پس اینجا در میان از پنجشنبه تا به دوشنبه چندین روز است و روزهایی است که در اخیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و کمی سر حال آمدن، حتی یک بار به مسجد و وارد شده رفته با مردم نماز هم دادن. شاید در اجریان میتونستن که اعلان بکنن، حتی اعلان عمومی هم بکنن، اعلان عمومی هم بکنن و چیزی که مورد نظرشون هست بنویسن. عمر که رانده شده بود. پس وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در موقف موافقه خود نشان میده و هیچ نمیگوید، آمده اعتراض میکنه که چرا با پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم با پیشنهاد عمر رضی الله تعالی عنه از گرفتن بزرگترین تصمیمی به نظرشان که او تصمیم سازنده جامعه اسلامی بود و بدون او جامعه اسلامی به خراب رفته، به بیراه رفته، منصرف شدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی بزرگترین اتهام و بزرگترین توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. پس باید هر کس وقتی که چیزی میخواد بگوید، یعنی دشمنی یک شخص، عداوت به یکی عمر حکومت یا حکمرانی امپراتوری ساسانی آل ساسان از بین بود، ساسانی فارس حکمرانی که مثلا حکمران او با دختر خود یعنی 300 همسر داشت، یکی از همسرایش دخترش بود، اکتفا نکرد با 299 زنی بیرونه، با دختر خود هم ازدواج کرد و ازدواج با دختر و با پدر با خواهر و با دیگر محارم در اونها رواج عام داشت. این حتی اخلاقیات ابتدایی هم نداشتن. اینها فعلا از طریق متعب و صیغه دیگر راههای مقاربت های نامشروعشان حل شده. شد دردی همین بوده باشه که چه عمر او را از بین برد و تحت تاثیر در فرهنگ اونها تحت تاثیر رفت و این موقع برای اونها برابر نشد که با یعنی قسمی که بزرگان آل ساسان با همسر خود، با دختر خود و با خواهر خود ازدواج میکردن، برای دیگرها هم میسر بوده باشد. شاید همین درد هست، اما برعکسی از او میخوان که از طریق دیگری او را بکشن. بله، جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصل و خوبی که دادین. بیننده بعدی از تاجیکستان بود که در مورد سوالشون در مورد فضیلت شب برات بود. اگه میشه توضیح بفرمایید. راجع به فضیلت شب برات، راجع به فضیلت شب برات که شب نیمه ماه رجب هست و گفته میشود که شب و معراج رفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده باشد. هیچ نوع حدیثی صحیح و ثابت نیست و در حافظ ابن حجر رحمه الله کتابی دارن با ما به نام کتابی دارن در جمع و بررسی احادیثی که راجع به احادیث رجب و فضیلت ماه رجب آمده که در او بیان میکنن که هیچ حدیثی در فضیلت او ثابت نیست. همچنان پیش از اونها حافظ ابوالخطاب ابن دحیه کلبی هم کتابی در موضوع جمع آوری کردن و
نوشتن که حافظ ابن حجر تکمیله از او با اضافات دیگر کتاب خدا نوشت و هر دو در دسترس هستن که میشه هر دو از اینها را از کتابخانه و حتی از سایت های اینترنت و حتی از کتابخانه شامله به دست آورد. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی سوالشون این بود که خداوند فرموده است الیس الله بکاف عبده و گفتن که خب پس وقتی که خداوند اینجور فرموده است پس اتباع از سنت چه ضرورتی دارد؟ اینجا بیننده گرامی یا پرسنده گرامی ما قرآن کریم درست نخوانده و با او رجوعی نداشته، از زبان این و آن شنیده. الله تبارک و تعالی در موضوع حاجت روایی، مشکل کشایی، تصرف کونی در این چیزها، قسمی که سیاق آیت الیس الله بکاف عبده است، کفایتگر از بسنده است، هیچ چیز نیاز به دیگر نفره به دیگری نداره. لذا الله تبارک و تعالی الیس الله بکاف عبده، الله برای بنده خود کافی نیست. اما در قرآن کریم الله تبارک و تعالی بیان کرده که راهنمایی های خود به پیامبر بشریت از دو طریق رسانده، یکی از طریق قرآن کریم و یکی از طریق آنچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودن و راهنمایی ها دارند. چنانچه که الله تبارک و تعالی میگه که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم از پیش خود چیزی نمیگوی، هر آنچه است وحی است که برای او وحی میشود. لذا در سوره حشر داریم که الله تبارک و تعالی میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که پیامبر به شما میدهد بگیرید و از آنچه که شما را منع میکند از او خودداری کنید. و در آیات های متعددی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در چیزا هم که در رسول الله صلی الله علیه و برای شما نمونه نیک است. چرا؟ به خاطر که در ده ها آیات بیان شده که پیامبر میگوید که این اتبع الا ما یوحی الی، پیامبر پیروی نمیکنه مگر از آنچه که به او وحی میشود. لذا ما وقتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و پیروی میکنیم و از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و پیروی میکنیم و اونها را در جامعه عمل پیاده میکنیم، به این اساس نیست که ما از الله تعالی بریده باشیم، بلکه ما با بخش دوم از فرمانهای الهی، تعلیمات الهی که به زبانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و از طریق وحی خفی به ما تلقین شده و رسانیده شده به اون عمل میکنیم. نه تنها در یک بخشی که در قرآن کریم هر دیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و به ما رسانده، هم قرآن کریم از زبانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و به ما رسیده و هم اونها منتهای کلام الهی است و او وحی الهی که با تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و بیان شده و ما از جانب الله تبارک و تعالی ملزم به پیروی هر دو حکم الهی هستیم. حکمی که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم به ما بیان کرده و حکمی که الله تبارک و تعالی به زبان پیامبر خود و در عمل و با عمل پیامبر خود به ما رسانده و بیان کرده و ما را ملزم ساخته که در بیشتر از تقریبا 33 آیات قرآن کریم میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله و از رسول الله صلی الله علیه و پیروی بکنید. و در آیات های متعدده میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیات مجموع آیات هایی که در امر به در امر و الزام به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آمده بیشتر از 100 آیات میشوند. در همه اینها ما ملزم هستیم که از جزء دوم حکم الهی که به عنوان این هو الا وحی یوحی با زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و جزئی از به عنوان گفتار یا عمل کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و که هر دوشان بر اساس وحی بود بیان شده، ما از او پیروی بکنیم. پس ما در هر دو از حکم الهی بیرون نمیریم، بلکه ما قسمی که گفتن این الحکم الا لله، حکم الله تبارک و تعالی از دو طریق بیان شده و ما ملزم شدیم از جانب الله تبارک و تعالی و با نصوص صریح قرآن کریم که از هر دو نوع حکم الهی پیروی بکنیم. امید است که بیننده عزیزی ما در اینجا مشکلشان حل شده باشد و مسئله را فهمیده باشند انشاءالله. و
در کل خب حتی خود نماز که ارکان اسلام هم هست، میبینیم که خداوند فرمودن که نماز بخونید، ولی چگونگی نماز رو سنت بیان کرده. یعنی نشون دهنده اینه که دو تا این قضیه، حکم الله و دستور رسول الله صلی الله علیه و آله به هم ارتباط داره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که کارگرم در ایران و روزها مشغول کار هستم، نماز ظهرم قضا میشه، چه حکمی داره این کارش؟ اینجا بیننده عزیزی ما و دیگران هستند بس اوقات نمازشان به اساس یک غلط فهمی از اونها قضا می شود. بله. چون وقتی نماز دقیق نمیشوم که اوقات نمازی که در شریعت اسلامی بیان شده چی هست. که نماز از وقتی اولی که از اولی وقت تا به آخری وقتی که برای او تعیین شده وقتی نماز است، نماز در این ادا می شود نه قضا. بسیاری ها تصور دارن که نماز وقتی که در وقتی ادای با جماعت نماز ادا شد، ادا هست و در غیر او قضا است. میگذارن نماز از پیش ما فوت شده کوتاهی میکنن، حالا که بعد از اینکه وقتی نماز داخل شد حتی اذان هم شرط نیست برای صحت نماز. برای صحت نماز دخول وقتی نماز شرط است که نماز صبح از طلوع فجر هست تا به طلوع آفتاب و نماز ظهر هست وقتش از زوال آفتاب، یعنی که بعد از زوال آفتاب، زوال آفتاب که به پایان میرسه از وقت شروع میشه تا به اینکه وقت عصر برابر با سایه انسان برابر با خودش یا که دو برابرش، با قولکی احناف ترجیح دادن برابر دو برابری اون میشود وقتش است. بعد از او وقت نماز عصر است، پایانی وقت نماز پیشین و ظهر هست تا به غروب آفتاب. نماز مغرب از غروب آفتاب تا به غروب شفق، یعنی زردی یا سرخی که در افق آسمان هست که تأثیر شعاع آفتاب در افق آسمان هست در جهت غروب او که هنوز به اونجا شعاع آفتاب میرسه اما از دید ما دور هست. این نشان او هست و او چیز شفق گفته میشه تا به غروب او و سپس نماز عشا یا نماز خفتن از غروب شفق تا به نیمه شب یا تا به ثلث اولی شب این وقتش است. در جریانی که از وقتش است، مثلا ظهر از ما بعد زوال آفتاب تا به داخل شدن وقت نماز عصر وقت ادای از او هست. پس میتونه در این جریان ادا بکنه. اگر چی پیش از اذان عرفی هم که بوده باشد، چون اذان اصلی است که باید در اول وقت بوده باشد، گاهی تأخیر هم میشود. در جریان کاملا که ادا میکنه این ادا هست. دوم اگر گهگاه بنابر ضرورت و مشکلی از او میمانه، میتونه که یعنی قبل از نماز عصر خود را ادا بکنه. قبل از نماز عصر وقتی که نماز عصر رو دیگر میخونه، اونجا اول نماز ظهر خود بخونه، بعد از اون نماز عصر خود، ولی تا به حد نهایی کوشش بکنه که نماز ظهر در وقت اصلی خودش ادا شود که عموما از 12 بجه، گاهی قبل از 12 هست تا به 3 و 3 و با تفاوت وقتهایی که در شهرها و در کشورها وجود دارد. اگر از اومان باید پیش از نمازی گاهی من بنابر مشکلی که نتوانست یا حالت پیش از نماز عصر باید ادا بکنه و این یکی از جمله صورت‌های جمع است. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی خود این بیننده این بود که گفتن سواد ندارم، سواد خواندن و قرآن رو گوش میکنم، در حین شنیدن قرآن اشک میریزم، آیا این کار ثواب دارد؟ برای کسی که در تحت تاثیر سماع قرآن کریم شنیدن قرآن کریم اشک میریزه و وجلت قلوبهم شاید باشه. بله، چیزی از کارهای دارای ثواب هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از فرمودن که دو چشم آتش دوزخ او را نمیرسه. یکی که چشم کسی که پهره‌داری و مرزبانی از اسلام میکنه و دوم چشم کسی که از ترس الله تبارک و تعالی چشمی که گریان میکنه. هر دوی از دوزخ نجات میبرن و رهایی دارن.
پس این کار ثواب است. الله تبارک و تعالی موفقیت بیشتر برایشان نصیب بکنه، ولی کوشش بکنن که قرآن کریم همیشه با ترجمه قرآن کریم که فعلا میسر هست با او گوش بدن. قرآن کریم مصحفی که خوانده میشه و همراهش ترجمه از تا معنایش هم بفهمه و دقیق تر با قرآن کریم تماسش بیشتر شود و الله تبارک و تعالی موفقیت مزید برایشان نصیب بکنه. بله آمین. جزاکم الله خیر. یکی از بینندگان ما که خواهر بودن پرسیدن که من قبل از موحد شدن، یعنی قبل از اینکه موحد بشن، گفت میرفتم به امامزاده ها و قبرهای امام ها نظر میکردم. حال که موحد شدم تکلیف اون نظرهایی که برگردنم بوده چیست؟ خب الله تبارک و تعالی بعد از اینکه انسان اسلام میاره و توحید قبول میکنه، از دایره شرک خود یعنی از دایره شرک خود میکشه و به دایره توحید رو میاره، الله تبارک و تعالی با توبه و با کلمه خواندن و با موحد شدن گناه قبلی را میبخشه و ان شاء الله الله تبارک و تعالی با جرایمی که قبل از این انجام دادن در شرکیاتی که داشتن اونها را گرفتار نمیکنه. از این به بعد باید محتاط باشن که در هیچ یکی از اونها آلوده نشوند و نظری که برخلاف شریعت هست، حتی در جریان موحد بودن نظری که در خلاف شریعت هست درست نیست که انجام شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که من نظر ان یطیع الله فلیطعه، کسی که نظر کرد که اطاعت از اطاعت‌های الله تبارک و تعالی را انجام بدهد باید انجام دهد، و کسی که نظر کرد و من نظر ان یعصی الله فلا یعصیه، کسی که نظر معصیتی را کرد نباید مرتکب گناه شود و هیچ ارزش نداره. بله برای میتونه که صدقه بکنه تا اینکه الله تبارک و تعالی این موفق ساخته که به اون نظر نادرست روی نآورده. پس اینجا هیچ یکی از نظرهای نامشروعی که در جریان قبل از اسلام قبل از موحد شدن انجام داده شخص به گردنش نیست، اما آنچه که مشروع بوده باشد او را باید انجام بده. قسمی که عمر رضی الله تعالی در جاهلیت یک روز اعتکاف را نظر کرده بودند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برایشان اجازه داد که اعتکاف بنشینن، نظر خدا انجام میدن و اون نظر قبل از اسلام بود و اینها انجام میشه در جریان اسلام دادن چون کار نیک بود. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که اسلام نیکی ها را اضافه نه با نیکی ها تعامل ندارد مگر اینکه اونها را اضافه میکنه و تحسین میکنه، بیشتر اونها را رونق میدهد و بیشتر فعال میسازد و بدی ها را اسلام کنار میزنه و گوشه میکنه. پس اینجا از بدی ها جلوگیری میکنه و نیکی ها را بیشتر صقل میده. پس از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که اونها را و ما را همگی را موفق بسازد تا اینکه از نظر کردن های نامشروع و باز از نظرها از ادای نظرهای نامشروع خدا نگه بداریم و موفقیت الهی را برای شما و تمام بینندگان عزیز و برای خود و تمام همکاران عزیز خود که در وصال حق هستند خواهانم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. آمین. جزاکم الله خیر. و وقت برنامه هم به پایان رسید ولی متاسفانه چند تا سوال بینندگان موند و از بینندگانی که نتونستیم به سوالاشون پاسخ بدیم پوزش می‌طلبیم چون وقت کم آوردیم. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگر شما را به الله متعال می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.